وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه رهنمود سنت و در این برنامه و در این قسمت ان شاء الله به شرح موضوع دیگری خواهیم پرداخت که همانا رؤیت و دیدار الله سبحانه و تعالی در بهشت می باشد که مؤمنین الله سبحانه و تعالی را با این چشمه‌های حقیقیشان می‌بینند، با چشمه‌های حقیقیشان در بهشت می‌بینند و الله سبحانه و تعالی نصیب هر مسلمان بکنه که در بهشت او را با چشمان خودش ببیند. ولی اهل بدعت همچنان که دیگر مسائل را رد می‌کنند و با آنها توجهی ندارند و تأویل می‌کنند و توجیه می‌کنند و تحریف می‌کنند، این هم از متاسفانه از زیر دست آنها نرفته و متاسفانه این هم مورد تأویل قرار گرفته یا به صورت کلی مورد انکار قرار گرفته. گروه های این را تأویل کردند و گروه های دیگری کلا این را انکار کردند، مثل معتزلی ها و رافضی ها، و گروه های هم این را تأویل کردند و تحریف کردند معنای رؤیت الله سبحانه و تعالی را و آیاتی که در این مورد آمده را به هر حال متناقض خواندند یا آیات را نعوذ بالله به شکل از اشکال توجیه غلط و توجیه بیجا کردند. ما در این برنامه به آیات قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و اقوال برخی از علما و برخی از ائمه خواهیم پرداخت که دلالت بر این می‌کند که در بهشت مؤمنین الله سبحانه و تعالی را می‌بینند و با چشم حقیقی الله را می‌بینند. با چشم حقیقی الله سبحانه و تعالی را می‌بینند. این دیدار با قلب نیست، بلکه دیداری است که با چشم حقیقی الله سبحانه و تعالی را می‌بینند و مشاهده می‌کنند. اولین آیه از آیات قرآن کریم که دلالت بر این موضوع می‌کند در سوره مبارکه قیامه هست. آیت 22 و 23. الله متعال سبحانه و تعالی می‌فرماید: وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. می‌فرماید برخی از آن روح‌ها و چهره‌ها شادان است، خوشحال است. الی ربها ناظره، به سوی پروردگار خودشان نگاه می‌کنند. اتفاق اهل سنت و جماعت هست که این آیه قرآن کریم الی ربها ناظره، نظر کردن به سوی الله سبحانه و تعالی را مراد است. اگرچه اقوال شاذی در این مورد هست که مورد اعتبار نیست و از اعتبار افتاده و کسی به آنها اعتنا نمی کند، ولی جمهور و اتفاق ائمه اهل سنت و جماعت از مفسرین و محدثین و غیره نظرشان این است که منظور از این آیه قرآن کریم نظر کردن به الله متعال سبحانه و تعالی می باشد و ما اینقدر از تفصیلاتش آگاه نیستیم که در این مورد چگونه میبینند، چی نوع الله متعال اوصافی از الله متعال باشه که ببینند. این مسائل به ما به هر حال ربطی نداره. آنچه که در قرآن کریم ثابت هست و آنچه که آیات قرآن کریم ثابت میکند این است که مؤمنین در بهشت الله سبحانه و تعالی را میبینند و او را مشاهده میکنند.
سوره مبارکه قیامه آیت 22 و 23. در جای دیگر الله باری تعالی سبحانه و تعالی در سوره مبارکه مطففین آیت 24 می‌فرماید علی الارائک ینظرون، بر اریکه ها و سریرها و بر جاهایی که به اونها آمده شده نشسته هستند و ینظرون، نظر میکنند، نظر به سوی نعمتهای الله متعال و لذت میبرند از نعمتهایی که الله متعال برای اهل بهشت داده. اهل بهشت این نعمتها را نظر میکنند، اهل بهشت الله متعال را نظر میکنند، اهل بهشت اهل دوزخ را تماشا میکنند. آیاتی در قرآن کریم هست که اهل بهشت اهل دوزخ را میبینند و با اونها مناظره میکنند، با اونها صحبت میکنند، گفتگو دارند با اونها. و همچنین اهل بهشت نعمتهایی که الله متعال سبحانه و تعالی به اونها داده نظر میکنند و بزرگترین نعمت که همانا نعمت دیدار الله متعال و رؤیت باری سبحانه و تعالی در بهشت می باشد. اینها بر اریکه ها نشسته و الله سبحانه و تعالی را نظر می کنند و تماشا می کنند و می بینند. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه یونس آیت 26 می فرماید للذین احسنوا الحسنى و زیاده، برای کسانی که نیکوکار هستند، برای کسانی که اعمال نیک و شایسته انجام دادند، برای اونها بهشت است و زیاده، و به افزون از بهشت چیز دیگری به اونهاست. که در صحیح مسلم آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم این قول حضرت باری تعالی سبحانه و تعالی را تفسیر کردند و زیاده منظور این است که رؤیت مؤمنین در بهشت است. چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیه را تفسیر کردند و این روایت در صحیح مسلم هست که رسول الله علیه و سلم فرمودند که مراد از و زیاده در این آیه قرآن کریم رؤیت حضرت باری تعالی سبحانه و تعالی می باشد. در جای دیگر در سوره مبارکه قاف آیت 35 الله متعال می فرماید لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید، برای اهل بهشت است ما یشاءون فیها، هر چی که خواسته باشند، هر چی که اشتها بکنند. در آیه قرآن در آیه دیگر می آید که حضرت باری تعالی سبحانه و تعالی اشاره به این می کند که هر چی شما اشتها داشته باشید و هر چی که خوشتان بیاید در بهشت برای شما موجود است. و الله سبحانه و تعالی نعمتهای فراوان را در بهشت برای بندگان صالح و بندگان نیک خود آماده کرده و اینها در انتظار بندگان نیک حضرت الله متعال سبحانه و تعالی می باشد. ولدینا مزید، منظور از مزید در اینجا علما می فرمایند بنا به تفسیری که رسول الله صلی الله علیه و سلم از آیه سوره مبارکه یونس کردند، اجتهاد می کنند و می گویند مراد از مزید در اینجا دیدار حضرت خداوند سبحانه و تعالی می باشد که بندگان الله متعال سبحانه و تعالی را در بهشت می بینند و او را مشاهده می کنند. بنابراین بینندگان عزیز و گرامی، در این مورد آیات قرآن عظیم الشان به وفور پیدا میشه و فراوان هست و که دلالت بر این میکند که الله متعال سبحانه و تعالی در بهشت دیده می شود و بندگان نیک الله سبحانه و تعالی الله را در بهشت مشاهده می کنند و می بینند. حدیثی داریم در بخاری و مسلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند انکم سترون ربکم، به تحقیق که شما به زودی الله و پروردگارتان را خواهید دید. کما ترون القمر لیلة البدر، چنانچه شما مهتاب را در شب 14 ماه که لیلة البدر میگن، به اون ماه کامل میشه، مهتاب کامل میشه و انسان ها خیلی عادی او را میبینند. الله متعال این گونه دیده میشود و الله سبحانه و تعالی را شما مشاهده خواهید کرد. و بعد پیامبر علیه السلام میفرمایند لا تضامون فی رؤیته، شما مزاحمتی در رؤیت الله متعال سبحانه و تعالی نمیبینید چنانچه هیچ مزاحمتی شما در رؤیت مهتاب نمیبینید. وقتی که مهتاب
میایه هر کس در جایی که ایستادش او رو عادی میبینه، بدون اینکه مزاحمتی بشه، شلوغی بشه، بدون اینکه به هر حال دوچار این بشه که افراد زیادی بیاین و بعد به هر حال به هم بچسبند و یا کشته بشند و از بین برن. این گونه نیست. خیلی عادی شما مهتاب را میبینید. در همین گونه که شما مهتاب را این گونه میبینید، الله سبحانه و تعالی را هم این گونه خواهید دید. البته این تشبیه در وصف، در اصل یعنی شیء نیست که نعوذ بالله این گونه باشد که قمر الله متعال نعوذ بالله مثل مهتاب باشه، نه، بلکه در وصف دیداره. در وصف دیدار مثل که شما مهتاب بدون هیچ مزاحمتی مشاهده میکنید، بدون هیچ نوع مشکلی و سختی و تعب مشاهده میکنید، این گونه با همین وصفی که مهتاب را میبینید، با همین وصف الله سبحانه و تعالی را شما مشاهده خواهید کرد و الله متعال را خواهید دید. و این حدیث صریح است. این حدیث صریح است، هم در بخاری آمده و هم در مسلم آمده. حالا مشکل اهل بدعت در این است که این اخبار را و این روایات را قبول ندارند که ما ان شاء الله در برنامه بعد با آن خواهیم پرداخت که نظر اهل سنت چیست و اهل بدعت چیست و رد بر اقوال پوچ و بر اقوالی که حقیقتا هیچ جایی در شریعت اسلامی ندارد ان شاء الله صحبت خواهیم کرد. امام ابو حنیفه رحمه الله در کتاب الفقه الاکبر می‌فرمایند و کان الله تعالی خالقا قبل ان یخلق و رازقا قبل ان یرزق والله تعالی یرا فی الاخره و یراه المؤمنون و هم فی الجنة باعین رؤوسهم بلا تشبیه ولا کیفیه. می‌فرمایند که الله متعال والله تعالی یرا فی الاخره، الله سبحانه و تعالی در روز آخرت و در بهشت دیده می شود. الله دیده می شود، رؤیت می شود. و یراه المؤمنون، مؤمنان الله متعال را می بینند، مشاهده می کنند. و هم فی الجنه، مؤمنین در بهشتند. به چی می بینند؟ با قلب خود؟ نه، به اعین رؤوسهم، با چشم سرشان می بینند. بعضی ها این را تأویل میکنن، اقوالی که در قرآن کریم هست و یا احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگن منظور از دیدن چشم نیست. ولی در این قول امام ابو حنیفه رحمه الله که میفرمایند به اعین رؤوسهم، به اعین و به چشم سرشان میبینند. و حتی برخی از علما در این مورد اجماع اهل سنت را نقل کردند که الله متعال با چشم سر دیده میشود. الله متعال با چشم سر دیده می شود. این گونه نیست که با قلب دیده بشود یا دیدن آن به گونه دیگری باشد. با چشم سر الله متعال سبحانه و تعالی را می بینند. و در ادامه امام ابو حنیفه رحمه الله می فرماید ولا یکون بینه و بین خلقه مسافه، و بین الله متعال و بین مخلوقاتش و بین خلقش مسافه وجود ندارد، خیلی نزدیک و راحت الله متعال سبحانه و تعالی را خواهند دید. کتاب الفقه الاکبر صفحه 53 مکتبة الفرقان، یعنی چاپ مکتبة الفرقان. امام احمد رحمه الله در کتاب الرد علی الزنادقه والجهمیه یا الرد علی الجهمیه والزنادقه صفحه 129 دار الثبات للنشر و التوزیع که چاپخانه اش هست، امام احمد ابن حنبل رحمه الله یک مناظره با جهمی ها می کند. در این مورد اونها را مطالبه می کند، با دلایل برای اونها می گوید و اقوال و گفتاری که آنها گفتند، شبهاتی که در این مورد وارد کردن، امام احمد ابن حنبل رحمه الله آنها را یکی پس از دیگر رد میکنه و بطلان این قول را برای اونها ثابت میکنه. باز اگر کسی میخواد که به این کتاب مراجعه بکنه، بار دیگه تکرار میکنم صفحه 129 عزیزان میتونن در رد علی الزنادقه والجهمیه مراجعه بکنن و به هر حال این اقوال امام احمد ابن حنبل رحمه الله را در این مورد ببینند، چون وقت برای ما اجازه نمیده که اقوال این بزرگوار را یا قول این بزرگوار را بیاییم ما به صورت تفصیل در این مورد بخوانیم. و حتی امام ابن عبدالبر رحمه الله در کتاب التمهید در جلد 7 به صورت تفصیل در این مورد صحبت میکنه و اقوال ائمه را با سند که داره، با سند و اسنادی که داره آنها را روایت میکنه و حتی برخی از شبهاتی که معاندین و اهل بدعت مطرح میکنن امام ابن عبدالبر رحمه الله آنها را رد میکنه. اگر عزیزی باز میخواهد که معلومات بیشتری پیدا بکنن، میتونن به کتاب التمهید در جلد 7
مراجعه بکنن و این موضوع را در اونجا مشاهده بکنن و ببینن. برخی از شبهات اهل بدعت و به خصوص روافض و همکارانشان مثل معتزله و امثال آنها میآیند شبهات مطرح میکنند از آیات قرآن و حتی جهمی ها شبهات مطرح میکنند که گفتم امام احمد رحمه الله در کتاب الرد علی الزنادقه و الجهمیه اینها را رد میکنه، مطرح میکنه و رد میکنه. امام احمد ابن حنبل رحمه الله اینها به بعضی از روایاتی به بعضی از آیاتی استناد میکنن که به نظر اونها دلالت بر این میکنه که الله متعال سبحانه و تعالی در بهشت دیده نمیشه و هرگیز نمیتونه انسان با چشم آن را مشاهده بکنه. ولی قبل از آن که این آیات را به خدمت عزیزان قرائت بکنم و شبهات آنها را جواب بدم، اجازه بدید که یک میان برنامه ببینیم. بعد از میان برنامه دوباره در خدمت عزیزان قرار خواهیم گرفت. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. بخشی از اموالشان را به عنوان زکات بگیر تا بدین وسیله آنان را پاک و تزکیه نمایی و برایشان دعا کن. به راستی دعایت مایه آرامش آنهاست و الله شنوای داناست. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه راهنمود سنت. گفتیم که اهل بدعت به خاطر اینکه رؤیت الله سبحانه و تعالی و دیدار الله متعال را در بهشت انکار بکنن، یک سری دلایلی آوردند. البته دلایل نه، بلکه به گفته امام احمد ابن حنبل رحمه الله وقتی که نقل میکند اینا میگه شک و زنادقه علی فلان، شک و زنادقه علی فلان. بسیار جمله بسیار خوبی امام احمد ابن حنبل رحمه الله نقل میکنه. واقعا این یک شک، یک نمیشه گفت دلیل، دلایل نمیشه که گفت دلایل. حقیقتا چون گفتیم که دلایل بر اساس یک اصول مبتنی هست، ولی این شبهات و این شکوک هست، ها شکه هایی است که در اذهان فاسد و مریض آنها وجود داره و الا اینکه اینها دلیل نمیتونه باشه. خب به هر حال یک سری شبهات و شکوکی آنها مطرح میکنن که الله متعال در بهشت دیده نمیشود و نمیتوان الله را دید. دلیل اولشان این است که مثلا ما آیه قرآن میارن میگن وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره در سوره مبارکه قیامه آیت 22 و 23. اینا میان آیه دیگه میارن میگن نه این آیه متناقضه نعوذ بالله. چنانچه امام احمد رحمه الله میگه که اینها گستاخن که میگه این آیه نقیض آیه دیگره، این آیه متناقضه دو تا با هم. کجاست تناقض؟ در کجاست؟ اینها عقول شما تناقض داره. ای روافض و ای معتزلی های جدید که در لباس جدید در آمدید، شما عقول شما مشکل داره، عقول شما تناقض داره، آیات قرآن تناقض نداره. الله متعال چی میگه؟ اینها از این قول پروردگار متعال سبحانه و تعالی استدلال میکنن، میگن که لا تدرکه الابصار، او را نمیتواند چشمه ها درک کند. معنایش اینه و هو یدرک الابصار، و او درک میکنه الله متعال سبحانه و تعالی. سوره انعام آیت 103. اینها میگن لا تدرکه الابصار یعنی یعنی الله دیده نمیشه، نمیتونی الله را ببینی، در حالی که این معنا خیلی بعیده. درک و دیدن این دوتا با هم متفاوته. یک درک، یک دیدنه. این دوتا رو اینها تا حالا نتونستن از هم تفاوت بکنن، اینها را نتونستن درست درک بکنن. علما در تفسیر این آیه قرآن میگن که در تفسیر این تفسیراتی آمده، بعضی از تفسیرات ضعیف و بعضی قوی، ولی قول قوی را ان شاء الله به خدمت شما عرض میکنم. اول اجازه بدین که بعضی از معانی که در این مورد آمده اشاره بکنم. بعضی میگن که
لا تدرکه الابصار مربوط به دنیاست، یعنی در دنیا نمیتونن که الله متعال را ببینن. یعنی با این که ما تنازل بکنیم که درک به معنای دیدن، خیلی خوب، ما هم گفتیم چشم، ولی این درک در دنیاست. در دنیا نمیتونن انسان ها الله را ببینن، چون الله متعال جسمی که برای انسان ها در این دنیا داده تاب و توان دیدن الله را ندارن. چنانچه در قصه حضرت موسی علیه السلام در سوره اعراف که ان شاء الله بعداً با آن اشاره خواهیم کرد مشخصه، وقتی الله متعال تجلی کرد بر کو تکه تکه و پارچه پارچه شد. انسان توان دیدنش را نداره، ولی وقتی در بهشت انسان میره این جسم و این قیافه و این شکلی که داره الله متعال این شکل و این قیافه را عوض میکنه برای انسان. و این چشم غیر از اون چشمی که در بهشته، انسان تاب و توان دیدن الله را داره. خیلی از خصوصیات در بهشت است که در دنیا نیست. الله متعال یک سری خصوصیات در بهشت، مثلا به عنوان مثال انسان هر چی میخورد قضای حاجت نمی کند، نیازی به دستشویی ندارد، نیازی ندارد به این که به قضای حاجت برود. مثلا از جمله چیزهایی که در بهشته، انسان در بهشت نمیمیرد ولی در دنیا میمیرد. یعنی ما بیایم این دوتا رو با هم خلط بکنیم، این دوتا با هم خیلی متفاوت فرق میکنه. چیزی که در دنیاست خلاف اون چیزی که در آخرته، خلاف اون چیزی که در بهشته. مثل که الله متعال سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه و اوتو به متشابها، در بهشت چیزهای همانند برای اونها داده میشه، از میوه ها میگه. در دنیا شخص مثلا سیب خورده، مثلا پرتقال خورده، امثال اینها خورده، اما وقتی در بهشت میره اینها رو میبینه میگه که در دنیا ما خوردم. وقتی میخوره فرق میکنه، شکل و قیافش یکیه، به خاطر اینکه الله متعال اینها شکل و قیافه اینها رو یکی کرده. حکمت هم در این است که وقتی انسان در بهشت میره اگر یک چیز عجیب و غریبی ببینه شاید خوردنش یاد نداشته باشه، ولی در دنیا چون شبیه آن، یعنی در شکل و قیافه وجود داره، انسان میفهمه که حداقل همین میوه خورده میشه. بعضی از مردم هستن مثلا میوه جدید که در بازار میه طریق خوردنش یاد ندارن، نمیفهمه چیکار بکنه، از خجالت نمیخره و نمیخوره. اگر بخوره هم او رو میگیره در یک جای، به هر حال در جای مخفیانه آن را میخوره، چون نمیشناسه میگه مبادا مردم برای من بد بگن. به خاطر این الله متعال شبیه اینها در دنیا گذاشته. حالا حرف من این بود که در بهشت و در دنیا اینها با هم فرق میکنه، یعنی قیاس کردن دنیا با آخرت، قیاس کردن دنیا با عالم برزخ یا با عالم آخرت، اینها واقعا قیاس مع الفارقه، قیاس بیجا و قیاسی که اصلا نمیشه با آن استناد کرد. به هر صورت منظور از لا تدرکه الابصار این است که در دنیا الله دیده نمی شود، اما در آخرت این را نفی نکرده الله متعال. آیات و احادیث فراوانی در این مورد هست که دلالت بر این میکنه که الله متعال در بهشت و در روز آخرت دیده میشه. برخی دیگر از علما میگن که لا تدرکه الابصار، ابصار در اینجا عامه، عموم چشمه ها و عموم دیدها را میگه. حالا با تنازل از این که ما بگیریم که به هر حال این دیدنه، میگن این عامه در همه ابصار، ولی آیات و احادیث دیگری آمده رؤیت مؤمنین را خاص کرده. بعد از عام خاصی است بعد از عام، و این مسئله علمیه که کسانی که خودشان را اهل علم میگن به این موضوع میفهمن، این موضوع را درک میکنن که این خاص بعد از عامه. اول به صورت عام آمده، بعد آمده یک گروهی خاص کرده، پس بنابراین تناقضی وجود نماند. و حقیقتا این معنا خیلی بعیده، این معنا دوره، نمیشه به آن استناد کرد و آن را مورد اعتبار شمرد. اما قول راجح و قول صحیح اینه که آنچه که پروردگار متعال در این آیه آن را نفی کرده، گفته لا تدرکه الابصار، منظور این است که انسان نمیتونه الله را درک بکنه، یعنی احاطه به کنه ذات پروردگار پیدا بکنه. این درسته، نمیتونه انسان احاطه پیدا بکنه به کنه ذات پروردگار متعال سبحانه و تعالی و کنه ذات پروردگار را درک بکنه. این معنی کاملا دقیقه. اما مطلق رؤیت که در موردش ما یعنی داریم صحبت میکنیم، این را الله متعال نفی نکرده، چون احادیث آمده تایید کرده و آیات دیگه هم آمده به این را تایید کرده. آنچه که شبهه دیگری که اینها مطرح میکنن از داستان حضرت موسی علیه السلام هست که الله متعال میگه ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک. وقتی حضرت موسی علیه السلام به میقات رفت، که به میقات همون جایی که وعده داده شده بودن، بعد با الله متعال صحبت کرد، گفت رب ارنی، یا الله نشان بده خودت را که انظر الیک، به سوی تو من نگاه کنم. قال، گفت الله متعال لن ترانی، ای موسی هرگز مرا دیده نمیتوانی، هرگز تو نمیتوانی من را ببینی. لن ترانی، هرگز دیده نمیتوانی من را.
خب بعد الله متعال سبحانه و تعالی گفت ای موسی بکن نگاه کن ولکن انظر الى الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی، بکن نگاه کن اگر دیدی که کو به جای خود ماند فسوف ترانی، تو خب مرا خواهید دید. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، وقتی که الله متعال سبحانه و تعالی تجلی کرد به کوه تکه تکه و پارچه پارچه شد، موسی علیه السلام بیهوش شد و افتاد. و خر موسی صاعقا، حضرت موسی علیه السلام بیهوش شد افتاد. اینها از این آیه استدلال میکنن که الله در بهشت دیده نمی شود، چون الله گفته لن ترانی. اینها میگن لن برای نفی مؤبده. اولا چیزی که اینها میگن لن در اصطلاح لغت عربی لن نفی مؤبده، یعنی ابدا نمیتوانی من را ببینی. اولا ما با این قول اونها یعنی حقیقتا قبول نداریم، چون ابن مالک یکی از نحوی های بزرگ است و عموما او را میشناسن، این قول را رد میکنه، میگه کسی که میگه لن برای نفی مؤبده قولش رده، مردوده. لن نفی مؤبد نیست اولا. ثانیا الله میگه لن ترانی، نمیگه لن اورا. فرق است میان لن ترانی و لن اورا. لن ترانی ای موسی مرا دیده نمیتوانی، تو دیده نمیتوانی، چون موسی علیه السلام در دنیاست. بنابراین حضرت موسی علیه السلام در دنیا نمیبینه الله متعال را، چون گفتیم که الله متعال این ظرفیت را برای انسان نداده که بتونه الله متعال را در دنیا ببینه. اما در آخرت فرق میکنه، موضوع آخرت کلا متفاوته. بنابراین الله نمیگه لن اورا، من هرگز دیده نمیشوم، بلکه میگه لن ترانی، تو مرا نمیتوانی ببینی، تو نمیتوانی مرا ببینی. از جهت دیگر ببینید شما میگه فسوف ان استقر مکانه فسوف ترانی، اگر کو توانست که به جای خود بماند تو هم مرا خواهید دید، به زودی مرا خواهید دید. این خودش دلالت بر این میکنه که الله متعال در بهشت دیده میشود، چون این کو ظرفیت را نداشت، توی موسی این ظرفیت نداری. در بهشت الله متعال این ظرفیت میده و تو خواهید دید، دیگه جای باقی نمیمانه برای حرف زدن. از جهت دیگری آیا امکان داره که حضرت موسی علیه السلام یک چیزی که خلاف است و چیزی که مستحیله، خلاف بگذارین کنار، چیزی که مستحیله اصلا امکان نداره حضرت موسی از پروردگار تقاضا بکنه؟ غیر ممکنه. حضرت موسی پیامبر خدا با الله متعال سبحانه و تعالی صحبت میکنه، الله میگه و کلم الله موسی تکلیما، موسی با الله متعال حرف زده، موسی علیه السلام الله با موسی حرف زده. چگونه میشود که این موسی علیه السلام درخواستی بکنه که بیجا باشه، درخواست کاملا مستحیلی؟ چون حضرت موسی علیه السلام میدانه که الله دیده میشود، اما در این دنیا درخواست میکنه ولی درخواستش به جا نمیشه، چون حضرت موسی علیه السلام این ظرفیت نداره که الله باری تعالی سبحانه و تعالی را در دنیا ببینه، ولی در آخرت موضوعش فرق میکنه و الله سبحانه و تعالی دیده خواهد شد. از پروردگار متعال میخوایم که یا الله یا الله یا الله دیدار خود را در بهشت نصیب همه مسلمین و نصیب ما هم بگردان. و از تمام عزیزان میخواهم که برای ما هم دعا بکنن که الله متعال ما را از این نعمت بزرگ بی نصیب نکند و از این نعمت بزرگ نصیبی برای ما هم برسد. تا برنامه بعد از موضوع جدید در خدمت شما باشم. همه شما را به الله پاک بی همتا می سپارم. الله متعال یار و مددگار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.